وای عجب چیزیه. محسن گفت حاجی همه را مفتی گذاشتن. دمتون گرم. پسر جونم اوستا. اون دو سوریزه به من بده. الان میدم اوستا. بیا اوستا. این دو سوه؟ نه بیا اوستا بیا حواست. کجاست حواست؟ باز کلت کردی تو گوشی؟ نه بابا نه همینجا. بذار من بیام بیرون، بذار اینو من عوض کنم. مشکلش چیه اوستا این؟ من دیگه همه چی اینو چک کردم، فقط میمونه یه دونه برقای ECU که اونم باید پینوتشو در بیارم. فایلشو بذار بگردم بعد نهار پیدا کنم، پینوتش چک کنیم دیگه ببینیم برقای مثبت منفیش میاد یا نه. پینوتش اوستا بذار الان بهت نشون میدم. نه بابا فایلش گیر نمیاد که. صبر کن یه لحظه. پینوت ECU ایران خودرو سمند ECU چی بود دوستا؟ اینا زیمنس هم دیگه. زیمنس بنزینی. ببین همین اوستا. چه با کیفیته. خودشه. از کجا بده کردی اینو؟ دیگه بماند دیگه اوستا. باریکلا. حله چکش کنین. آره اوکی. دقت لازمه. چی داری تو این گوشی میبینی 24 کلت تو گوشیه؟ هیچی بابا اوستا. چرا قفلش کردی؟ نه بابا هیچی نیست. ببین تو روز اول اینجوری نبودی یا سر گوشت داره میجنبه. بیار ببینم. خیال اوستا. ببین نشون ندی باید بری. بیار ببینم چی نشون میدم دعوا نکنی. نه بیار. اون روز داشت محسن میگفت اینو داشت میگفت اپلیکیشن کارخانه پینوتا رو اون روز این تو در آوردی؟ دقیقاً تو دل همین در آوردم. بیا ببینیم دیگه چی داره. ببین کدای خطا رو داره، مجموعه نقشا رو داره، راهنمای تعمیرات همه ماشینا رو گذاشتن، دیکشنری. الان داشتم ویدیوشون رو رایگان میدیدم. باورت میشه همه اینا رو مفت گذاشتن. بفرست اینو واسه من، بفرست گوشی. میفرستم فوسا. راحت راهش می چیه؟ چی؟ اگه شما هم این اپلیکیشن رو میخواید عدد 3 رو این زیر کامنت کنید. داستان نگو بابا، بفرست عدد 3 چیه، بفرست بیاد. شما هم کامنت کن.